آیا هیچ وقت جرأت داری جلوی مادرتون عصبانی بشی؟ جلوی مادرم هیچ وقت عصبانی نمیشم. اولا که مادرم یه انسانی است که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرمو در این موقعی از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم و مادرم من و برادرمو بزرگ کرد، در یه شهر غریبه کار کرد که ما بتوانیم تحصیل کنیم و در هر صورت مادرم خیلی غر میزنه، گاهی هم خیلی انتقاد میکنه و راجع به هر موضوعی هم صاحب نظر. حتما هم امشب پای تلویزیون حرفای منو گوش میده و خیال میکنم که آدم به مادرش باید خیلی احترام بذاره، چون واقعا تنها چیزی است که آدم در زندگیش داره و اگرم داشته باشه باید اون خیلی دوست داشته باشه. هیچ کس بهش نگفت، ولی خوش فهمید و از اون لحظه به بعد دیگه با کسی حرف نزد.